بالای قریه. به نظر لحاظ چیست؟ اینه قاری جان، اینه دکان قریه. لالا خوب هستی؟ صحت خوب است؟ تو چی حال داری؟ شکر خوب هستی؟ صحت خوب؟ جان جور است؟ بخیر است انشالله؟ کاربار خوب است انشالله؟ شکر فضل. شکر. چرا بود در عربستان هیچ کس نداره. در اونجا معنی شک. در عربستان هم همون میوه هستن فقط برای زمزم. نه همون میوه. دیگه سنی نبود. اون چیزی که در افغانستان نه. You know Anthem? Anthem. کوچه باغ عجب عکسه. چی نفرسیه؟ ای ماما جبرئیل عکس سری دیگه ما 12 سال یا 13 سال شد بودن. صحیح بالکل. اوکی. سلام علیکم. چاکو فریدم. خوب است. قابل دوستان خوب هستن. بخیر می‌بینم تان. قاری سلام. سلام شو. صاحب جان من جون. اینم سوی مسجد. یک یادگاری باشه. این هوا خوب است. قلعه آزاد. مکتب زیر باغچه پیشروی قلعه و قلعه شیو. این دیگه اینمی چیزا خوش داره. یخک پشت سر خانه حسیب اللهشون. اینه که باز حسیب بده اونجا نشان بدم. یخک سخت است. میدان نمیشه. نه که نفتین بچیم. که نفتین. رفتن آرام. که این تو مکان مفتی. اوکی خدا نخواسته در وقت دیس میس پای مای خدا بگار نکنیم. ایزک بیا بچه. قریه آزاد خان بابا ولایت غزنی زمستانی سال چند است مصطفی؟ 1404 2025 رو به خلاصی است 2026 لبی دریا. اینه میاد دیگه ساعتشان تیر شد ما ساعت ما تیر است. مقصد تر نکن بچیم خدا که یخ است ملکه. لبی دریا و باغ کاکا خانه کاکا جیلان سرنیالا کوههای گودره و باغای قریه. نوی کن گوتی داره سایه باشه و ریک باشه در ریک ساتری کنه. ملیکه ترو در را کندد ملیکه there's more حق به ترو در را کندیم. Don't go yourself. سنگ بزنین سنگ. خیره جان جور باشه سر زنده باشه کلاه زیاد است استاد بشیر انجینیر صاحب استاد بشیر. روزی بسیار خوب و آفتابی هوا نرم و گرم و معتدل و 4 و 5 جدی سال 1404 موقعیت ما است لب دریا قلعه آزادخان بابا. با اجازه دوستا یکان عکس و فیلم و تصویر گپا رو میگیریم و با دوستان خود شریک میکنیم. کسایی که خارج از کشور است جایشان خالی. کدام پیام اگه داشته باشی استاد بشیر؟ استاد بشیر پیام به دوستا و هموطنان خارج پیامش است که بیاین شما از این مناطق پدرکلانی و مناطق اجداد و بابا کلان و اجداد دیدن بکنین. خیلی مناطق واقعا زیبا هست قابل دیدن هستن که بیاین ببینن. باد و هوای خوب داره معتدل هست دیگه خوش میشم از دیدنشان که بیاین ببینیمشان انشالله. انشالله. اینه آقایم انجینیر صاحب خان بابا یک از قریه های بسیار مقبول بسیار خوب است. یک قریه که واقعا
زیباست و در زیباییش کدام شک وجود نداره. خداوند جلاله قریه را برای خود مردم محله نیک مبارک داشته باشه. واقعا هر باره که طرف قلعه آزاد آمدیم یعنی یک فرحت یک خوشحالی رو ما اینجا احساس کردیم، خاطر که هم آب هوای درست دارم، هم مردم بسیار خوب دارم، هم مردم زحمتکش هستن و بسیار مردم میهمان نواز هستن. و تشکر انجینیر و زبان ملیکه هم یک چیزی بشنوم. ملیکه تو به انگلیسی برش بگو که آمدی وطن چه رقم بود، زیبایی Do you وطن. like do you know? آن بگو How ملیکه. is Ghazni? Do you like it? غزنی Just say something in English. گپ بزن، انگلیسی گپ بزن. خوب بود نبود، باد هوایش خوب است نیست. How about Isaac? آیزک اینجا بیا. How do you feel here in Ghazni, Isaac? Good. Are you enjoying playing with rocks, ice? کلی گپ آیزک به یک کلمه چوز کرد. Good. خلاصه کرد که گود است. Look at the River, yeah. Mini river. mini. Mini river. آیزک بیزار خدا میکشه. We told him, Malika. No, it's not comfortable. این قاری صاحب. آبا کجا روان کردی قاری صاحب؟ آب طرفی نیالای لبی دریا ها؟ دریا. ورقه بسته کردی؟ صدقه و خیرات از اونجا زیادتر زیادتر میشه. میشه خیر. از اون خاطر که ما فی سبیل الله. در خیر شریک شویم ان شاء الله. فی سبیل الله. فیس. او قدس دور داد بدون بل. کی؟ استاد بشیر یکی از کارگرای بسیار ماهر. کارکشته هست. استاد بشیر مگم استای ترم یخ زد به خدا. استاد بشیر به خاطر از اینکه بسیار زیاد به مسائل دهقانی میفهمه دیگه این از هزار پیشه هستن ماهر. قاری دهقان در پلویش. اینه بس خلاص. هنر است هنر. زندگی کردن در قریه هنر است. هنر. No, everywhere's warm این and you have to be very careful. بود. بون دیگه که او چهار طرف بره. نه ماشاءالله استاد بشیر. آدم فعال است این حال. کلا که چه؟ او دور داد. خیر بون منه. کاغذ اسمش پدرم بود. گره خیر بس دیگه استاد میشه. آتش در جنگل. فایرورک. بعد از اینکه قاری صاحب آب را در جنگلات دور داد، کار بدی که انجام داد آتش در داد. اول دور داد او مردم که ولی اگه جنجال شد خیر ببینه حق خدا گرفت. صاف عدالت در نظر گرفتیم. مقصد که او دزدی نشوه نه؟ آب دزدی نکردیم، آب دور دادیم. چطور قاری صاحب؟ Yes. Rocky. Look how skinny. ای هم دوستان عزیز تصویر از لب دریا تقدیم شما عزیزان بعد از یک روزی مبارک جمعه. How do you get there? یکم علم بیارین اینجا در بتون. علم بیار. آمون دریای ما به دریای آمون وصل میشه. تو یک آمون دریای ما مثل از جامعه ما آب از اینجا پر میشه. با اون طرف رفتیم. بو طرف رفتیم. جان این یک رفیق مسینی تو خوبش ما اگر این عکس گرفتیم بس گپ میزن. خوب جای پیدا کرد. این اشتکا در قریه مصروف بازی های کودکانه و بازی هایی که در قریه وجود داره. دوستان عزیز تمامی اشتکایی که در قریه است همیشه با طبیعت
رابطه بسیار تنگاتنگی داره، رابطه بسیار نزدیک. بازی های طبیعی و چیز هر چیزی که از خود طبیعت پیدا میکنن استفاده میکنن و ساتری میکنن. بچه جنگ نکنین ویزک. این به قسمت هم سای قلای ما باغای نامشون از یادم رفت، از بیادرهایی که جور کرده سر کوره به نام بچه های لالو مشهور است. من نامایشون از یادم رفت. یکی اگر خودشان ویدیوی ما را میبینه امیدوار هستم که امیدوار هستم که سرشان بد نخوره، که چون به اون نام مشهور هستن دیگه. امیدوار هستم که انشالله کل جورست حتما باشن. این هم فیلمی که ما گرفتیم از سای قریه آزادخان بابا و دریا الحمدلله آب است. اینجا خاری صاحب امروی ما است، انجینیر صاحب است، مصطفی جان است، خود ما فیلم را میگیرم دیگه. امیدوار هستم که کلگی فیلم ما را مورد پذیرششان قرار بگیره. این خانه های سرکو نه بعد جمهوریت از کلگی اینه برف نکو دومه رو زید یا نشان میتونی. دوار رکی متاسفانه اندکترین اشتباهی که مفتی وزک مفتی اندکترین اشتباهی که صورت گرفته باعث تخریب دیوار استنادی قریه شده. کلش در خطر بود. کلی خطر بود. آبی سرم آبا دوشیده باش. مفتی آجا کتو بلند است نه؟ مفتی او It's very high. قاری سیب دیگه مفتی مرا دوست خواهم. قاری سیب ما را تا جای ورده که هم خود در جنجال انداختی هم ما را اونجا چیز گپ است. طالبا کدام مردم ها را استاد کرده تلاشی است کدام گپ است. اگر تلاشی به جای نمیکنه. این در سر دیوار منطقه ما سر سای قریه نه بخیر باشه. نه به داو نرم. داو برای داو رفتم. نبیگیره به ملکه. بوچی تا خراب کردن برو تا. سای قریه قلعه قربان و زمستان سال 1404. نه اینجا هم تخریب کرده آب متاسفانه. آب بیرخ تخریب کرده. سای قریه روز جمعه است و بچه هم کرکت بازی میکنن در منطقه. ای نازان شامان چه خوب یک هفت ابری مقبول
تو مناسب نیست چهارشنبه بود. نه مناسب است. سلام. این دوستای عزیز نامت خان بعد از نماز شام قلا یک هفته بکشیده چقدر مقبول معلوم میشه. جای شما خالی دیگه حتما. این نامت خان چی شده؟ کمک کشیده اون هفته بگیری این خاریسی رو انجینیر صاحب خاریسه باید بریم یک با خدا دیگه میمانم از کبر زور و خیر یک بریم با خدا یک دقیقه میشنیم به سو بندار بونیم شما بخشی اینجا نمیشنین خاریسه جان شما بخش قرما نمیشنین جان جوری واجی صفت ما بریم با خدا دیگه میمان از بچهای جی عبدالرازق از کابل من سم میکنیم مال خیر یک بریم با خدا اینا خوش یک ویدیو بگی ویدیو بلا بخولا گیواری بلا خلا گیواری سلام و عرض ادب دوستان نهایت عزیز کسانی که در خارج هستید این شام قلعه آزادخان می باشد جای بسیار عالی و موقعیت بسیار دلانگیز خدا کنه خوش و خوشحال باشین زنده باشین یک سلام گرم و صمیمانه از طرف خودم مسعود آزازوی خدمت تک تک شما دوستان نهایت عزیز بشک کنم زنده باشین این قاری سبزو قاری سبزو کار خو کمک پایین بر نه که میفتین این آلکسک بیخی برابر است همون توی مکه میگه که با نه اردوی ما میاریم باش ما هم کمکتون میکنیم فصل خزان قریه ما روزی شنبه 28 دسامبر سال 2025 کردین جان جور خواستیم انشاءالله شکر زنده باشین آمین باید رامین بازده اونجا نشان میده انشاءالله در یوتیوب مندازم اجازه خاص انشاءالله یک کبوترهای صحرایی این زمین هایشان است یک قطعه خوب زمینی جست ها و نجاره باز بعد از او طرف است پیشتر که جواری کشت کرده بود توی گندم بود امسال لبی دریا زمین های زراعتی قریه ما که اکثرا باغ شده و لبی دریا
کوی زیر کوریه مشهور بود و اروج هم به نام قول سنجت یا قول سنجت ها معروف بوده را که چرا قول سنجت ها میگه برای من دقیق معلوم نیست، اما از گذشته ها تا به حالا این منطقه به نام قول سنجت ها معروف و مشهور است. این قسمت دیگر از قریه ما لب دریا، زمین های زراعتی، سر نهال ها و چهار اطراف قلعه آزادخان بابا. زمستانی سال 1404 یا سال 2005 میلادی. البته چند روز محدود مانده تا سال میلادی ما نو شوه و سال 2026 شوه. زمین های رفیع ولایت غزنی، قلعه تاریخی آزادخان بابا. قسمت جان جور است، بخیر است انشالله، صحت شما خوب است، خانه خیرتی است انشالله، جان جور است، کجا راه شده بخیر؟ برین طرف خانه. خو خانه در سر کار؟ کو میشنه مرا. خو خیلی خوب است. خود شماست جور کردین بخیر یا؟ نه کوکایات و گفته بازار اونجا میشه. خو برو خوب دیگه جور خو هستی؟ خدا رو شکر. اما جان ما اونجا صحت شما خوب است؟ سلامت باشید. بخیر است، شوقت ما بشی والله خوش میشه.
قریه آزادخان بابا، فصل خزان قبل از برفای Daddy, are we burning our fish? Mommy, it's there where all of the trees are. That's where Dean Israel, Malika, and Mustafa are. باقی لبی سرک. سرک غزنی خواجه عمری روار نهایت زیاد است.